منطقه‌ای که با داشتن نماهای زیبا چند سال پیش لقب دومین پارک ملی افغانستان را به خود گرفت. بله، آنجا پامیری بدخشان است. منطقه‌ای که در شمال شرق افغانستان همسرد به کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان می باشد و به نام موجودات مختلف و کمیاب سالانه پای صدها گردشگر جهان را به پامیر بدخشان می کشاند. مردمان این سرزمین با اندکترین امکانات زندگی در این نقطه دور افتاده پامیری بدخشان روز شب خود را می‌گذرانند و به زندگی خود ادامه داده‌اند. سرک موترو در اینجا وجود ندارد و مردم در اینجا برای انتقال کالاها، مواد غذایی و چوب سوخت از خشگاه و اسب استفاده می کنند. مردم پامیری بدخشان از قوم قرقز می باشند و به زبان قرقزی صحبت می کنند. پامیری بدخشان بیشتر یخچال‌های طبیعی افغانستان را در خود جای داده است. در پامیر یا بام دنیا مردم از نعمت خیرگاه می سازند و در آن زندگی می کنند.